ما که جوون بودیم کل روستا گوسفند و بز داشتن اون دور زمان. برای کل روستا یه دونه چوپان گرفته بودیم. این چوپانه کل گوسفندا رو میبرد تو کوههای دوربر روستا و 1-2 ساعت هم از ما دور بود و ما هم هر روز به خاطر اینکه سری از گوسفندا و بزامون شیر داشتن و باید میدوشیدیم و یه سری از خانمای جوون اون دور زمانی که الان مادر بزرگ شدن پا میشدیم میرفتیم یه چپی هم میبندیم، یکم نون محلی و کره و اینجور چیزا داخلش میذاشتیم میبردیم برای وسط راه میرفتیم اونجا گوسفند و بزا رو میدوشیدیم، شیرشون رو بعد میداشتیم میآوردیم خونه. اینجا تو خونه میومدیم درستش میکردیم، ماست و دوغ و کره و روغن حیوانی ازش میگرفتیم، بعد همینا رو به بچه‌هامون میدادیم. همیشه هم دلشون شاد بود، دلشون پاک بود و واقعا لذت زندگی رو میبردن. اون موقع میگفت مهمتر از همه نیتشون پاک بود. موقع واقعا میگفت دختر همسایه که دم بخت بود و وقت ازدواجش بود میومد پیش پسرای ما که نزدیک زن گرفتنشون بود، مینشستن با هم شوخی میکردن، حرف میزدن مثل خواهر برادر. و واقعا الان اینجوری نیست و خیلی هم دوست دارم پیششون همیشه میشینم، خیلی چیز ازشون یاد میگیرم.